الله متعال میگه که او مسلمان ها متوجه باشین که ما بالای شما امتحانات میارم. هر امتحان از خود چی داره؟ نتیجه داره. چرا الله متعال حکمت چیست که الله متعال این امتحانات میاره و نتیجه از امتحانات چیست؟ الله متعال امتحانات میاره برای چند چیز. اول به خاطر ذوب معدن است. انسان که است یک معدن است. شما تا وقتی که معدن از ذوب نکنین، این معدن شایسته نمیشه که از این یک چی ساخته شود، یک زیور زیبا ساخته شود. پس وقتی که در آتش انداخته شد، سختی ها را دید، بازی ذوب میشه و باز بالاخره از این یک معدن یک چیز بسیار زیبا ساخته میشه. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله متعال این تکالیف برای تشریف آورده. هر مصیبتی که برای انسان میرسه در حقیقت انسان از ذوب میکنه، لکن باز این شرف و عزت میده. پس اول برای ساختن معدن انسان هست این مصیبت ها. دوم به خاطر از این مصیبت هاست که وقتی بالا یک مسلمان مصیبت میآید، اشد الناس بلاء الانبیاء، سختترین امتحانات برای کی هست؟ برای پیغمبرها هست. باز از او به اولیاء الله هست. باز برای کسایی که به انبیا و اولیاء نزدیکتر هستند، برای از اونا امتحانات زیاد است. سختی ها را میبینن، هفته ها غذا نمیافن، مشکلات زیادی را میبینن، از اقارب و قوما و دوست های خود گپای خراب میشنون، حتی مشرکین و بدعتکارا دشنامشان میتن. این کل مصیبت ها به خاطر چی است؟ که الله متعال مقام و منزلت از او را پیش خود بلند میکنه. شما اگر کدام وقت سرتان مصیبتی به خاطر دین میآید، این به خاطر از این هست که الله میخواد که مقام تو را بلند ببره، منزلت تو را بلند ببره. سوم حکمتش است که معلوم میکنه بنده های حقیقی را. آیا تو واقعا بنده حقیقی هستی؟ تسلیم احکام الله هستی؟ بعضی کسا که برشان خوب نعمت ها رسید خوب عبادت میکنه، مصیبت که رسید باز فرار میکنه، باز جزا و فضا میکنه. نه، الله متعال معلوم میکنه، نشان میده که آیا تو بنده حقیقی هستی. چهارم به خاطر از بین بردن گناه هست. هر مصیبت ولو که یک خار فی سبیل الله در راه الله، در راه دین الله، یک خار در پای تو چی شود داخل شود، در مقابل از او هم اجر است. این حال فکر کن که تو مرمی میخوری، تو بمباردمان میشی، تو شهید میشی، جسد تو توته میشه. این خب بسیار مقام و منزلت است. این پس گناه های انسان به توسط مصیبت ها از بین میرن. پنجم تمیز الخبیث من الطیب. الله متعال توسط مصیبت ها انسان های خبیث از طیب و پاک، یعنی مجاهد از انسان خو برده معلوم میکنه. این انسانی که وقت سرش سختی آمد باز این دیگه همه چیز ترک میکنه. الله متعال میگه لیمیز، تا که تمیز بکنه. ششم مصیبت ها به خاطر از این است که الله متعال قوت و قدرت خدا نشان میده که من قدرتمند هستم و شما ضعیف هستین.
الله متعال حکمت دیگه چی است که ضعف انسان نشان میده که تو انسان ضعیف هستی، سعی کن به بسیار اندکترین مصیبت ها چه قسم وضعیتت خراب میشه. دیگه هشتم حکمتش چی است که مصیبت ها میه به خاطر از اینکه انسان التجا الی الله بکنه، لجوء به الله بکنه. و نهمش این است که برش الله اجر میده. و دهمش این است که باز در نهایت مصیبت ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، باز بعد از هر سختی الله آسانی رو میاره که این بنده از خوشحال میشه. از نتیجه چی؟ همین مصیبت ها باز چی میشه؟ برای فرح و خوشحالی هم در دنیا و هم در آخرت چی میشه؟ 11 درک رحمت الله متعال است که وقتی مصیبت میبینه باز رحمت الله برای نازل میشه. چرا؟ رحمت الله سر کس نازل میشه، دروازه های رحمت الله وقتی بروی یک مخلوق باز میشه که دروازه های مخلوق بسته شود. سر انسان اینقدر مصیبت بیه که دیگه کل مخلوقاتی را جواب بگه، از مخلوقات کاملا دلش قطع شود، باز اینجا دیگه رحمت الله سر از نازل میشه و دروازه های رحمت الله بروی ازی باز میشه.